مامان چند تا دیگه بخوابم تولدم بشه. پس تولد میخوای الان؟ آره. هر روز باید بپرسی؟ آره. 5 تا 6 تا دیگه بخوابی تولدته. 5 6 تا دیگه بخوابی تولدته. سلام بچه ها. امروز میخوام با خانم معلم حرف بزنم، ولی مامانم نمیذاره که من حرف بزنم. خدافظ. آره ندارم که میگم صبر کن. من اگه خار میکاشتم تو زمین اینجوری عمرمو میریختم به پاش، تو هرم گل داده بود کجا رفونی که قول داده بود، مثل ماهی بستم به قلاب اون. گندم چرا یه سر از پاستیلت به من نمیدی؟ کم میشه، بعد لبای روژت میره، بعد به جاش پاک میشه، زششه. بعد فرستگیم اونجا در زدیم اونو باز کردن، اجازه نمیدن تو بیایی. آها پس نمیدی چون رژ لب من پاک میشه، زشت میشم دیگه، رامون نمیدن اونجا. آها خیلی خوب، منطقیه. سرده؟ بهت گفتم سرده که جوجه، بهت گفتم سرده که ولکن نیستی رفتی تو آب. بس کنی نقی بچه هم در یخ میزن.